طبق معلومات مسئولین ریاست معارف ولایت سوق دور اول آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است ماه اپریل در همین مؤسسات تحصیلات میانی عمومی و تشکیلات مؤسسه‌ها گذرانده شده. در اساس معلومات دسترس گردیده از حساب نفران کسب و کار گوناگون زیاد از 370 نفر، آموزگاران 14000 نفر، از حساب مربیان 523 نفر و دانشجویان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی 70000 نفر اشتراک کردند. برگزاری دوره شهر نخیوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از سنه 17 تا 21 می در 18 شهر و نواحی ولایت ادامه دارد. از حساب کسب و کار گوناگون 218 نفر، از حساب آموزگاران 823 نفر، از حساب مربیان 84 و از حساب خوانندگان دانشجویان زیاد از 8000 نفر به دوره شهری نهایی آزمون را خواهد گرفتند. در اساس نقشه پیش بینی شده دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است دیروز در شهر بوستان آغاز گردیده. در آن زیاد از 500 نفر اشتراک خواهند کرد که قسم بیشتری آنها را خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تشکیل می‌دهند. گیمنازیوم رقمی 2 شهر که روند تعلیم در این مؤسسه با زبان روسی راه اندازی گردیده است، زیاد از 10 نفر محصلین آن از روی نومیناسیون ادبیات جهان در آزمون شرکت می‌ورزند. من شعرهای الکساندر سرگیویچ پوشکین را خواندگیم، Агния Львовна Барто, Самуил Яковлевич Маршак, Есенин, Маяковский, Захадыр. من کتابایی که میخونم از بیبلیوتک، از کتابخانه خودم، از کتابخانه مکتب میگیرم، از کتابخانه شهری میگیرم، از کتابخانه خوجند میگیرم. در قصر فرهنگ شهر بوستان طبق نظامنامه آزمون برای هر یک نومیناسیون حجره‌های علاهیده تشکیل کرده شده. اشتراکچیان با سوال اعضای حکمان جوابهای مشخص داده و آمادگی و برآمد هر یک آنها سزاوار بهاگذاری کرده می شود. در عموم در شهر بوستان در دور اول، در دور یکم زیاد از 500 نفر داوطلب شرکت ورزیده. امروز باشد 160 نفر داوطلب شرکت دارند که هر یک نومیناسیون در اتاق‌های علاهیده به طور شفاف برگزار کرده ایستاده است. سالهای 2020-2021 برای خریداری ادبیات تازه نشر از حساب بودجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان به صورت حساب کتابخانه مرکزی شهر 5000 سومانی جدا و دسترس گردیده باشد. این مبلغ سال جاری 2 مراتب زیاد یعنی 15000 سومانی را تشکیل داده است. در سال 2020 350 عدد کتاب تازه نشر خریداری کرده شد. در سال 2021 600 عدد کتاب خریداری کرده شد. سال روان در 3 ماه یکم 250 عدد کتاب‌های تازه نشر خریداری گردید. حالت‌هایی بودند که بعضی کتاب‌ها در ما وجود نداشت، ولی این کتاب‌ها رو ما نام‌نویس کرده از مغازه‌های کتاب فروشی خریداری نمودیم. برای هوسمندی غالبان طبق قرار رئیس ولایت سوق زیاد از 400000 سومانی مبلغ جدا کرده شده. برای غالبان جای اول 5000 سومانی، جای دوم 3000 سومانی و جای سوم 2000 سومانی جایزه پولی مقرر کرده شده است.